با شما هستیم با یک گیم پلی دیگه از بازی وار تاندر موبایل. البته چون ما کنسول و سیستم کامپیوتر نداریم و با همین موبایل خودمون وار تاندر رو بازی میکنیم و لذت میبریم. البته لذت که چرس کنم همش ما رو میترکونن، لذتی چی؟ نداریم بخریم، ولش کن. خبر جدیدم اینه که تانک جدید میخواد بیاد. بریم جایزمون جمع گرفتیم، بریم به میدان نبرد. همونطور که میدونید بازی وار تاندر یک بازی تحت شبکه یا آنلاین هستش که شما میتونید با انتخاب کمپین تانک، هواپیما یا نیروی دریایی به مسابقه با حریفای دیگه در سراسر دنیا با نقشه های مختلف بپردازید. بعد اینجا تانک‌ها رو انتخاب میکنیم، نوع مهمات که ضد زره انفجاری هستش و میریم برای نبرد. آره تانک کنم. بله اینجا هم یه تانک مزاحم. چرا من این مثلا تو نقطه ای که اینجا رو کپچر کنیم، از اینجا میونبور بزنیم، بریم اینجا چه خواهیم. تانک ما تانک آبجکت 140 یا T-62 آزمایشی ساخت شوروی فعلا. بعد درگیری ها شروع شده، صدا رو میشنیم. دست فرمونم که دیوار تانک جلومونه، پشت دیوار. آیا ابرفت وای حسین کشته شد. کشتنم کثافت، توپ ما رو زد. خب میریم برای تانک بعدی. تانک بعدی هم یه نفر بره، زرهیه با فایر ریت بالا یا توان شلیک بالا که تا هر ثانیه گلوله شلیک میکنه. بریم ببینیم اینجا چه خبره. برای اینجا هم درگیری به شدت ادامه داره. ما هم میریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. بله ببینیم چی میتونیم بکنیم. شلیک که نفوذ نمیکنه. بله مثل که تانک رو زدن دوستان و ما هم هیچ جواب. بله گلوله توپ به دشمن خورد به ما و توپ اون افکار انداخت. بریم ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. یه دودزا بزنیم و فرار کنیم. نمیشه. بله دوباره وای حسین اسم خودم یه وقت سو اتفاق نشه. ماشاءالله که ما اصلا کلا تو این بازی هدفیم، یعنی هدف تمرینی میایم فقط ما رو بزنن. میریم به تانک بعدی، تانک T-10. ببینیم با این چه کار میکنیم. من که چشم آب نمیخوره تانکی رو بزنم. یه تانک رو برونونه. وای یا ایوان بالاخره یه تانک زدیم. بریم جلو ببینیم چه خواهد. یه تانک دیگه اون خوش هست. یه تانک دیگه اون خوش هست. بریم ببینیم میتونیم بزنیم یا تون قایم شده. تو این دیوار وای حسین کشته شد. این 3 بار تانک ما رو زد فکر کنم. نه 2 بار. اولیه و همین سومیه. ای خدا این گیم هم تموم شد. تقدیم به دوستان گرامی. خدا نگهدار.